هدف از این قسمت بررسی فرایند خوردگی و مکانیزم‌های مؤثر بر این فرایند است. در حال حاضر جامع‌ترین تعریف ارائه شده از خوردگی تخریب مواد در نتیجه واکنش آنها با محیط اطرافش هست. از دیدگاه عملی کلمه مواد به موادی اشاره داره که در ساخت ماشین‌ها، تجهیزات فرایند و یا سایر تولیدات مورد استفاده قرار می‌گیرند. محیط‌های خورنده هم میتونن به صورت مایع و یا گاز باشند، هرچند در شرایط خاص واکنش‌های جامد رو هم ما میتونیم به عنوان فرایندهای خوردگی در نظر بگیریم. از جمله مثال‌های رایج خوردگی که میتونیم به اونها اشاره کنیم، خوردگی اگزوز اتومبیل در اثر واکنش مستقیم با گازهای دما بالا، خوردگی مخازن نگهدارنده، خوردگی خطوط لوله و همچنین خوردگی پره‌های توربین ناشی از گازهای داغ احتراق است. نکته مهمی که برای درک مفهوم فرایند خوردگی وجود داره اینه که ما بدونیم فرایند خوردگی عملاً عکس متالورژی استخراجی هست. در متالورژی استخراجی با صرف انرژی از سنگ معدن یک فلز یا ترکیبات به عنوان مثال اکسیدی یک فلز ما اون فلز رو به صورت خالص استخراج خواهیم کرد. در حالی که در فرایندهای خوردگی در شرایطی که به صورت طبیعی انجام بشن با آزاد شدن انرژی فلز خالص ما مجدداً به حالت پایدارتر ترکیبات فلزی به عنوان مثال اکسیدهای فلزی تبدیل خواهد شد. بر اساس محیط خورنده خوردگی به دو دسته خوردگی تر یا وت کروژن و خوردگی خشک یا درای کروژن تقسیم بندی خواهد شد. خوردگی تر در حضور یک الکترولیت معمولاً آب که واکنش‌های الکتروشیمیایی در آن انجام می‌شود رخ میده. این نوع از خوردگی عملاً زمانی رخ میده که فلز در معرض رطوبت یک مایع و یا هوای مرطوب قرار گرفته باشه. در طی این فرایند خوردگی واکنش‌های الکتروشیمیایی انجام خواهد شد. به عبارت دیگه نقاطی از سطح فلز به عنوان نقاط آنودی دچار اکسیداسیون شده و واکنش‌های احیایی بر روی نقاط کاتودی از روی سطح رخ خواهند داد. خوردگی خشک که به عنوان خوردگی شیمیایی و یا خوردگی گازی هم شناخته میشه بدون نیاز به حضور الکترولیت مایع و اغلب در شرایطی انجام خواهد شد که فلز در معرض دمای بالا و گازهای فعالی نظیر اکسیژن، سولفید هیدروژن و یا کلور قرار داشته باشه. خوردگی خشک شامل واکنش شیمیایی مستقیم بین فلز و گازهای اطرافش هست بدون اینکه نیازی به حضور الکترولیت مایع وجود داشته باشه. یک تفاوت دیگه‌ای که بین این دو نوع خوردگی لازم هست بهش توجه کنیم محصولات خوردگی هست که بر روی سطح تشکیل خواهد شد. در خوردگی تر که در اون حضور الکترولیت آب رو داریم، محصولات خوردگی عمدتاً محصولات خوردگی هیدرات شده فلز هستند، در صورتی که در خوردگی خشک محصولات خوردگی عموماً شامل اکسیدهای فلزی هستند. اما خوردگی رو بر اساس نوع تخریب ایجاد شده هم میتونیم به دو دسته خوردگی یک نواخت و خوردگی موضعی تقسیم بندی کنیم. در خوردگی یک نواخت خوردگی در تمام سطح نمونه به صورت کاملا یک نواخت رخ خواهد داد و نتیجه این نوع از خوردگی نازک شدن قطعه و یا از دست داد رفتن ماده خواهد بود. اما در خوردگی های موضعی خوردگی در نقاط مشخص و متمرکزی از سطح ماده رخ خواهد داد. در نتیجه این نوع از خوردگی ما پیدایش حفره‌ها، ترک‌ها، شیارها و یا سایر تخریب‌های به صورت موضعی رو خواهیم داشت. برای بررسی مکانیزم هایی که در طی فرایندهای خوردگی یک نواخت و خوردگی موضعی رخ خواهند داد ما لازمه به ویژگی های الکتروشیمیایی سیستم های خوردگی توجه کنیم. خوردگی اساساً یک فرایند الکتروشیمیایی هست که برای وقوع این پدیده ما به 4 عامل نیاز داریم.
اولی آنود هست یا نقاطی از سطح که اکسیداسیون فلز در اون نقاط رخ خواهد داد. دومی کاتود هست، نقاطی که واکنش‌های احیایی مثل آزاد شدن گاز اکسیژن و یا آزاد شدن هیدروژن در اون نقاط رخ خواهد داد. مسئله سوم، پارامتر سوم الکترولیت هست، یک محلولی که دارای هدایت الکتریکی باشه که اجازه عبور یونها رو از داخل محلول بده. و بعدی مسیر فلزی برای اینکه الکترون ها بتونن از سمت آنود به طرف کاتود حرکت کنند. در چنین شرایطی هست که ما واکنشمون، واکنش های خوردگی با استفاده از یک سری واکنش های الکتروشیمیایی انجام خواهد شد. اختلاف اساسی بین خوردگی یک نواخت و خوردگی موضعی در واقع توزیع نقاط آنودی و کاتودی بر روی سطح نمونه است. در خوردگی یک نواخت نقاط آنودی و کاتودی روی سطح در اسکیل میکروسکوپی بوده و به صورت موقتی هستند، به این مفهوم که در طی فرایند مدام محل نقاط آنودی و کاتودی با هم عوض خواهد شد. به عبارت دیگه ما یک نقطه کاتودی ثابت و یک نقطه آنودی ثابت نخواهیم داشت. در نتیجه تمام واکنش‌های خوردگی در روی نقاط مختلف سطح به صورت یک نواخت انجام خواهند شد. در این نوع از خوردگی نسبت سطح کاتود به آنود تقریباً و به صورت مؤثر برابر با یک خواهد بود، چون هر نقطه‌ای که در یک زمان مشخصی به عنوان کاتود هست در زمان بعدی به عنوان آنود قرار خواهد گرفت. در نتیجه تمام سطح میتونه به عنوان آنود در نظر گرفته بشه و میتونه به عنوان کاتود در نظر گرفته بشه. همونجور که گفتیم خوردگی یک نواخت عملاً باعث کاهش یک نواخت در ضخامت قطعه مورد نظر خواهد شد. اما در خوردگی موضعی نقاط آنودی و کاتودی سطح مقیاس بزرگتری دارند، در مقیاس ماکروسکوپی هستند و معمولا این نقاط پایداری هستند. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که ما یک کاتود ثابت و نسبتاً بزرگ رو در مقایسه با آنود خواهیم داشت. اتفاقی که میفته اینه که یک کاتود بزرگ در مقایسه با یک آنود کوچک که نسبت کاتود به آنود بسیار بزرگ رو برای ما ایجاد خواهد کرد، باعث میشه که خوردگی متمرکز بشه در نقاط آنودی کوچک و در نتیجه ما تخریب‌های موضعی بسیار شدید و نفوذ موضعی بسیار شدید خوردگی رو در این نوع از خوردگی داشته باشیم. اما برای بررسی میزان خوردگی از مفهومی تحت عنوان کروژن ریت استفاده میشه یا نرخ خوردگی. عملا ما هر جا صحبت از نرخ میکنیم در حقیقت با یک تغییراتی در واحد زمان سر و کار داریم. بر این اساس نرخ خوردگی هم میتونه به عنوان اثرات خوردگی یک نواخت بر روی یک فلز در واحد زمان مطرح بشه. اما در اینجا به یک نکته دیگه هم باید توجه کنیم. علاوه بر واحد زمان، به عنوان مثال اگر ما اثر خوردگی رو به صورت کاهش وزن در نظر بگیریم، علاوه بر پارامتر زمان ما پارامتر دیگری هم خواهیم داشت که میتونه بر این مقدار وزن از دست رفته ماده مؤثر باشه و اون چی است؟ سطح ماده. اگر ما یک نمونه کوچک و یک نمونه بزرگ از یک فلز مشخص رو در یک محلول مشخص غوطه‌ور کنیم، مقدار فلز از دست رفته علاوه بر زمان به سطح اون دوتا نمونه هم بستگی خواهد داشت. بنابراین تعریف اصلاح شده نرخ خوردگی رو میتونیم به صورت جرمی از فلز که در واحد زمان از واحد سطح ماده به محصولات خوردگی تبدیل میشه تعریف کنیم. بنابراین نرخ خوردگی میشه کاهش وزن تقسیم بر سطح نمونه در زمان غوطه‌وری قطعه. نرخ خوردگی معمولاً با واحدهای به صورت میلی گرم بر دسیمتر مربع روز یا گرم بر متر مربع ساعت بیان خواهد شد. نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که به صورت استاندارد چون خوردگی میتونه به پارامترهای زیادی بستگی داشته باشه، مثل نوع خوردگی، مثل
وابستگیش به زمان و موقعیت خوردگی، وقتی ما یه فرایند خوردگی رو، یک پدیده خوردگی رو میخوایم گزارش نویسی کنیم و گزارش کنیم این پدیده رو، باید حتما اطلاعاتی مثل نوع، وابستگی به زمان و موقعیت بررسی خوردگی رو هم توی گزارشمون ذکر حتما بکنیم. در مقابل کروژن ریت یا نرخ خوردگی ما یه فاکتور دیگه ای تعریف میکنیم که بتونیم ازش توی طراحی های خودمون هم راحت تر استفاده کنیم و بهش میگیم کروژن پنتریشن ریت یا نرخ نفوذ خوردگی. تعریف نرخ نفوذ خوردگی افزایش عمق خوردگی در واحد زمان هست. به عنوان مثال یه خط لوله اگر داشته باشیم، با گذشت زمان پس از قوطه‌وری این لوله در داخل محلول یا حالا با وجود محلول در داخل خط لوله، میزان خوردگی به داخل ضخامت این قطعه افزایش خواهد یافت و بنابراین ما پارامتری رو تعریف می‌کنیم تحت عنوان نرخ نفوذ خوردگی، عمقی از متریال خورده شده که باعث از دست رفتن ضخامت در یک محیط خورنده در زمان مشخص شده. معمولاً با واحدهایی به صورت میلیمتر در سال، مایلز در سال که در واقع همون واحد MPY هست، یا میکرومتر بر سال این پارامتر بیان خواهد شد. خب رابطهش رو هم مشاهده میکنید. کروژن پنتریشن ریت یا نرخ نفوذ خوردگی برابر است با ثابتی تحت عنوان ثابت کا که بهش فاکتور تبدیل میگن در میزان کاهش وزن نمونه تقسیم بر مساحت سطح در زمان و در دانسیته فلزی که در معرض خوردگی قرار گرفته. برای نرخ نفوذ خوردگی بر حسب واحدهای مختلف مقدار فاکتور تبدیل یا ثابت کای ما متفاوت خواهد بود که در این جدول مقادیر مختلف رو مشاهده می‌کنید. به عنوان مثال اگر نرخ نفوذ خوردگی بر حسب واحد MPY در واقع خواسته شده باشه، ثابت کای ما برابر است با 3.45 ضرب در 10 به توان 6. W کاهش وزن هست بر حسب گرم، A سطح نمونه هست بر حسب سانتی متر مربع، T زمان هست بر حسب ساعت و D دانسیته هست بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب. خب نرخ نفوذ خوردگی رو ما به این دلیل تعریف می‌کنیم که بتونیم راحت‌تر در طراحی‌ها ازش استفاده کنیم. به عنوان مثال فرض کنید ما یک خط لوله داشته باشیم که با استفاده از محاسبات مکانیکی و بر مبنای استحکام مورد نیاز لوله ما ضخامت جداره لوله مورد نیازمون برابر باشه با 5 میلیمتر. از طرف دیگه فرض کنید این لوله حاوی ماده خورنده‌ای باشه یا از طرف دیگه میتونه در محیط خورنده‌ای قرار داشته باشه که نرخ خوردگی 0.4 میلیمتر بر سال برای این لوله متصور باشه و ما عمر کاری قطعه مد نظر هم برابر با 10 سال در نظر گرفته بشه. بنابراین در فرایند طراحی ما باید یک مقدار اضافه ضخامت برای این لوله در نظر بگیریم. عمر کاری قطعه 10 سال، نرخ خوردگی 0.4 میلیمتر بر سال، یعنی در طی 10 سال ما 4 میلیمتر کاهش ضخامت رو برای این قطعه خواهیم داشت در اثر خوردگی. اگر یک ضریب ایمنی 2 براش در نظر بگیریم، بنابراین مقدار اضافه ضخامت لازم برای این خط لوله برای اینکه از حد مجاز در واقع طراحی مکانیکی ما عدول نکنه برابر با 8 میلیمتر خواهد بود. در نتیجه ما ضخامت اولیه لوله رو برابر با 13 میلیمتر در نظر خواهیم گرفت. آزمون‌های خوردگی بر اساس میزان گستردگی و اطلاعاتی که به ما میدن به 3 دسته کلی تقسیم میشن. اولین نوع آزمون‌های آزمایشگاهی هستند که در شرایط کنترل شده در آزمایشگاه انجام میشن و هدفشون در واقع شبیه سازی شرایط عملکردی قطعه است. این آزمایش‌ها معمولاً تو اسکیل کوچک انجام میشن، نمونه‌های کوچک و ستاپ‌های کوچکی رو ما خواهیم داشت
شرایط محیطی ما کاملا کنترل شده است، مثل دما، pH و نوع غلظت الکترولیت، و آزمایش هایی که توی در واقع شرایط آزمایشگاهی انجام میشن از تکرارپذیری و دقت بسیار بالایی در اثر استفاده از پارامترهای کنترل شده برخوردارن. نوع دوم آزمون های پایلوت پلنت هست که یک مقدار اسکیل ما گسترده تر میشه، یعنی در اسکیل میانی کار میکنیم، اما باز هم شرایط ما شرایط کنترل شده است، منتها با شباهت بیشتری به شرایط واقعی. نوع سوم آزمون های میدانی هست که در واقع آزمون های خوردگی در شرایط عملکردی واقعی انجام خواهند شد. یعنی اسکیل ما اسکیل کامل قطعات هست، شامل تجهیزات و سیستم های واقعی. شرایط محیطی ما شرایط طبیعی هست، هیچ کنترلی بر روش وجود نداره برای اینکه کاملا بتونه شرایط واقعی عملکردی قطعه رو شبیه سازی کنه، و در نتیجه این آزمایش ها احتمالاً از تکرارپذیری کمتری برخوردارن و در واقع قابلیت پیشبینی اونها به شدت در مقایسه با دو نوع دیگه کمتر خواهد. اما از یک دیدگاه دیگه اگر بخوایم آزمون‌های مربوط به خوردگی رو تقسیم بندی کنیم، میتونیم اونا رو به دو دسته آزمون‌های کمی و آزمون‌های کیفی تقسیم بندی کنیم. آزمون‌های کمی به دو دسته روش‌های غیر الکتروشیمیایی و روش‌های الکتروشیمیایی تقسیم بندی میشن و آزمون‌های کمی که عمدتاً به بررسی و مقایسه بین نمونه‌های مختلف میپردازه و عملاً عددی رو به عنوان نرخ خوردگی ما نمیتونیم از این روش‌ها به دست بیاریم، به گروه‌های مختلفی تقسیم بندی میشن. از جمله این روش‌های کیفی میتونیم به ارزیابی‌های سطح ماده در معرض خوردگی با استفاده از ابزارهای مختلف، آزمون‌های غیر مخرب و یا یک سری روش‌های خاص برای مکانیزم‌های مشخصی از خوردگی اشاره کرد. روش‌های کمی غیر الکتروشیمیایی بر مبنای کاهش وزن، آنالیز شیمیایی الکترولیت و روش‌های گازسنجی هست و همچنین روش‌های الکتروشیمیایی مبتنی بر استفاده از جریان مستقیم و یا جریان متناوب میتونه که ارزیابی کمی خوردگی رو انجام بده. برای درک بهتر روش‌های ارزیابی کمی خوردگی، فرایند خوردگی آهن در یک محلول اسیدی رو در نظر میگیریم. دو تا نیم واکنش اکسیداسیون و احیا در طی این فرایند اتفاق میفته. در واکنش اکسیداسیون در موقعیت‌های آنودی موجود بر روی سطح، آهن به صورت خالص یا اتمی تبدیل می شود به یون‌های آهن با از دست دادن الکترون، و در واکنش‌های احیا در موقعیت‌های کاتودی ما آزاد شدن گاز هیدروژن رو در نتیجه دریافت الکترون توسط یون‌های هیدروژن خواهیم داشت و در مجموع واکنش خوردگی ما که یک واکنش الکتروشیمیایی خواهد بود به صورتی هست که در این تصویر در سمت راست ملاحظه می‌کنید. ارزیابی خوردگی یا به عبارت دقیق‌تر تعیین نرخ خوردگی عملاً به مفهوم تعیین نرخ پیشرفت این واکنش است. بنابراین هر روشی که ما بتونیم با استفاده از اون نرخ پیشرفت واکنش رو در شرایط مشخص تعیین کنیم، عملاً به این مفهوم است که ما نرخ خوردگی رو به صورت کمی تعیین کردیم. در موقعیت‌های آنودی واکنش اکسیداسیون رو داشتیم به ترتیبی که ملاحظه می‌فرمایید. بر مبنای یک همچین نیم واکنشی ما دو دسته از روش‌های ارزیابی کمی رو میتونیم نتیجه گیری کنیم. آهن تبدیل می شود به یون‌های آهن به این مفهوم که یک مقدار از ماده فلز خالص ما از دست خواهد رفت. بنابراین میزان کاهش وزن میتونه معیاری باشه برای نرخ خوردگی. از طرف دیگه آهن با از دست دادن الکترون به صورت یون‌های آهن تبدیل می شود و وارد محلول میشه. بنابراین آنالیز شیمیایی محلول یا الکترولیت در زمانهای مختلف میتونه معیاری برای نرخ خوردگی محسوب بشه. در طی واکنش کاتودی آزاد شدن گاز هیدروژن رو ما داشتیم. بنابراین بر مبنای این نیم واکنش کاتودی روش‌های گازسنجی که از میزان گاز تولید شده در طی واکنش برای تعیین نرخ خوردگی استفاده میشن
به وجود اومده. و در نهایت همونجور که ملاحظه میکنیم در هر دو نیم واکنش آنودی و کاتودی و یا به عبارت دیگه در کل فرایند خوردگی ما تبادل الکترون رو خواهیم داشت و از این تبادل الکترون میتونیم این نکته رو متوجه بشیم که یک سری از روش‌های ارزیابی کمی خوردگی بر مبنای روش‌های الکتروشیمیایی میتونن وجود داشته باشن. این روش‌های کمی رو با هم اگر بخوایم یک مقدار به صورت دقیق‌تر بررسی کنیم، به عنوان اولین روش کاهش وزن رو با هم مد نظر قرار میدیم. در اولین مرحله پیش از انجام آزمون خوردگی نمونه به صورت دقیق ابعاد اندازه‌گیری و توزیع خواهد شد. به مدت زمان مشخص نمونه رو داخل الکترولیت غوطه‌ور می‌کنیم و بعد از خارج کردن نمونه از داخل محلول و حذف و جدا کردن محصولات خوردگی موجود بر روی سطح، وزن ثانویه رو میتونیم با استفاده از اندازه‌گیری دقیق تعیین کنیم. بنابراین در طی فرایند خوردگی ما کاهش وزنی رو خواهیم داشت و با استفاده از فرمول نرخ خوردگی میتونیم در واقع نرخ خوردگی رو به صورت کمی با استفاده از این روش تعیین کنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که از دو تا استاندارد ASTM جیوان و ایزو 8407 میتونیم در روش ارزیابی خوردگی با استفاده از کاهش وزن استفاده کنیم. هر دو استاندارد مربوط به فرایندهای تمیزکاری و از بین بردن محصولات خوردگی موجود بر روی سطح فلزات در طی فرایند خوردگی خواهد. روش بعد مبتنی بر آنالیز شیمیایی الکترولیت هست. فرایند کار به این صورت هست که نمونه رو به مدت زمان مشخصی در داخل محلول غوطه‌ور می‌کنیم. در زمانهای مشخص مقدار یون‌های فلزی آزاد شده در داخل الکترولیت رو با استفاده از یک سری روش‌های استاندارد کالوریمتری میتونیم اندازه‌گیری کنیم. منحنی میزان یون‌های فلزی موجود در محلول رو بر حسب زمان غوطه‌وری اگر رسم کنیم، شیب این منحنی در واقع بیانی از نرخ خوردگی خواهد بود بر حسب تعداد مول‌های به عنوان مثال یون آهن که از واحد سطح در واحد زمان به داخل محلول افزوده شدن. با استفاده از یک سری از روابط مشخص و با در نظر گرفتن واکنش آنودی که در اینجا اتفاق میفته میتونیم نرخ خوردگی رو بر حسب میزان کاهش وزن آهن در واحد سطح در واحد زمان محاسبه کنیم. نوع سوم روش گازسنجی هست. مجددا از ستاپ مشخصی برای این کار استفاده میکنیم که در این شکل ستاپ رو ملاحظه میکنید. با استفاده از میزان گاز آزاد شده در طی مدت زمان مشخص غوطه‌وری در داخل محلول ما میتونیم در واقع نرخ خوردگی رو به صورت کمی تعیین کنیم. برای این کار در زمانهای مشخص مقدار حجم گاز آزاد شده رو در واقع اندازه گیری میکنیم و با صورت نمودار رسم میکنیم. شیب نمودار در واقع نشون دهنده نرخ خوردگی بر حسب میلی لیتر هیدروژن آزاد شده در طی فرایند از واحد سطح در واحد زمان خواهد. مجدد با استفاده از روابط و با استفاده از واکنش کاتودی که ما در سیستم خواهیم داشت میتونیم این نرخ خوردگی به دست اومده با استفاده از نمودار رو تبدیل کنیم به میزان کاهش وزن آهن در واحد سطح در واحد زمان. و نهایتاً روش‌های الکتروشیمیایی رو داریم که مبتنی بر ماهیت الکتروشیمیایی فرایند خوردگی هست. تبادل الکترون‌ها در واکنش‌های خوردگی رخ خواهد داد و بنابراین ما با اندازه‌گیری و استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی هم میتونیم میزان پیشرفت واکنش یا به عبارت دیگه نرخ خوردگی رو تعیین کنیم. به طور کلی دو دسته از این روش ها وجود دارن: روش هایی که مبتنی بر جریان متناوب هست و روش های مبتنی بر جریان مستقیم. از جمله روش هایی که از جریان مستقیم برای اندازه‌گیری سرعت خوردگی استفاده میکنن میتونیم به پولاریزاسیون خطی، پولاریزاسیون تافل و پولاریزاسیون سیکلی اشاره کنیم. همچنین روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به عنوان یک روش دقیق برای بررسی کمی خوردگی و همچنین تعیین دقیق مکانیزم های خوردگی در یک سیستم مشخص مبتنی بر جریان متناوب قابل ارائه خواهد.